وای 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 وای. ببین کجا اومدیم. ما خیلی وقتا نمیخوایم ولی اشتباهی به بچه‌ها احساس گناه میدیم. بدون اجازه، نه خودت بغلش کن، نه اجازه بده کسی این کارو کنه. حتی خیلی وقتا ازش حمایت کن. عمو دوست داره که به جای که بغلتون کنه بزنه قدش. دوست داره به جای که بوستون کنه از راه دور بوس براتون بفرسته. دوست داره به جای این که نمیدونم بغلش کنین، دوست داره براتون یه نقاشی بکشه. اینجوری دوست داره علاقهشو بهتون، یه تشکرشو بهتون نشون بده. اشکالی نداره عمو؟ فکر میکنم اشکالی نداشته باشه. درسته؟ حالا خیلی وقتا ما میگیم بابا بزرگت انقدر دوستت داره یه بوس بده دلشو نشکن. یه بوس میکنم. یه بوس و بوس همین اتفاقا ممکنه که خدایی نکرده بیفته. درسته؟ خاله ها، عمه ها، عموها، دایی ها، همه اینا ما دایمش حق انتخاب میدیم، آپشن بهش میدیم. مگه عمون اولم صحبت نکردیم نظرشو میپرسیم، موافق این کار بکنیم، موافق فلان کار بکنیم. مگه اینجا براتون نوشتم بچه‌ها بهش حق انتخاب میدیم. تو برای اینکه از عمو تشکر کنی دوست داری، اگه مثلا تو سنی بود که خودش میتونست چیزی بگه، میتونی بگیم دوست داری چی کار کنی، مثلا خودش فکر میکنه میگه. اگه سنش پایین تر بود، مثلا زیر 7-8 سال بود، میتونیم بهش آپشن بدیم. دوست داری مثلا براش نقاشی بکشی، دوست داری از راه دور براش بوس بفرستی، دوست داری از این های فایوا بهش بزنی، دوست داری چیکار بکنی، یا اصلا دوست نداری هیچ کدوم از این کار رو بکنی. حق انتخاب میدیم و بعد طبق اون پروسه با حالا افراد و بقیه پیش میریم. برای کوچیکتر از این سنم که باید فقط با اطرافیان صحبت بکنیم. یعنی اینجا دیگه از خود کودک که نمیتونیم انتظار داشته باشیم خیلی زیاد. آموزش ها رو شروع کردیم ولی بیشتر محیطه که باید کنترل بشه. خودمونم به جاش تشکر کنم. مرسی عمو، منم خیلی خوشحال شدم اینو بهش، ولی به جای کودک تشکر نمی کنیم. به جای کودک حرفی رو نمیزنیم یا به جای کودک کاری رو انجام نمیدیم. آموزش برای اطرافی. خب وای 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 وای. ببین کجا اومدیم. حواسا جمعه؟ ما خیلی وقتا نمیخوایم ولی اشتباهی به بچه‌ها احساس گناه میدیم. یعنی چی؟ من مراجعه داشتم بهم میگفت که من مثلا دوست داشتم دامن بپوشم همیشه و مامانم میگفتش که دامن پات نکن. بعد من خیلی دوست داشتم دامن پام کنم و اینا. ولی بود دامن پاش کردم. همون موقع از قضا آسیبی اتفاق افتاده و اینا. بعد رفته به مامان گفته چند بار بهت گفتم دامن پات نکن. حقته. من میدونستم این اتفاق میفته. یا مراجعه داشتم که گفته که خب دیگه معلومه وقتی این کارو میکنی همچین چیزیه. یا مراجعه داشتم که بی خود کردی که دامن پات کردی. وقتی به حرف من گوش ندی همین میشه. بچه‌ها هر کی با هر پوششی، هر رفتاری، اصلا شما بگی هیچ پوششی نداشته باشه، هیچ کدوم از ما اجازه نداریم همچین صحبت رو به بچه‌ها داشته باشیم. هیچ کدوم از اونا سزاوار آسیب نیستن. مراقب باشین یه وقت ناخودآگاه به بچه‌ها احساس گناه ندید. بسیار بسیار مراقب باشین. بچه‌ها من مراجعه داشتم که بهم گفتش که از وقتی که مثلا پسر عموم دست به من زد، مامانم دیگه با من نمیدونم تو چشمای من نگاه نکرد از اون موقع تا الان. انگار که ما احساس می‌کنیم مثلا بچه‌ها کثیف میشن. چی میشن؟ نجس میشن. یه سری فکرای این شکلی که باعث میشه که ناخودآگاه به بچه‌ها احساس گناه بدیم. ناخودآگاه، یعنی خودمونم زیر بار فشاری ما اون لحظه که این کارا میکنیم. اینو براتون بیشتر توضیح میدم توی این اسلاید. ببین خب خودت این کارو کردی، من چند بار بهت گفتم تو باید این کارو میکردی، من از تو تعجب میکنم. آخه کسی با دامن پا میشه میره اونجا؟ آخه کسی تنهایی پا میشه میره اونجا؟ چند بار بهت گفتم بگو نه، چند بار بهت گفتم جیغ بکش. اصلا بچه ما هر چی آموزش هم بدیم بچه ها احتمال خطا دارن، فرشته نیستن که مثل ما مگه خطا نمی کنیم، اونام خطا میکنن. درسته؟ حالا اینجا رو ببینیم. ما یه اصطلاح داریم به اسم قربانی نکوهی.
یعنی قربان. یه بار من یه لایو گذاشتم، این نمیدونم دیدین ندیدین، مفصل راجع به این صحبت کردم. عموما ما آدما وقتی یه اتفاقی برامون میفته، برای نزدیکامون میفته، اولین چیزی که میگیم که خب چرا کاری نکردی؟ نه؟ یا اصطلاحش رو میتونیم پیدا کنیم بهم بگیم؟ مثلا یکی میاد میگه من تو تاکسی نشسته بودم، هیچکی نبود، یه تاکسی بود، بعد تاکسی منو برد یه گوشه، یه کاری کرد و اینا. بعد من به جای اینکه مثلا میگم چقدر بهت سخت گذشته، میگم که تو چرا اون وقت شب مثلا تنها رفتی؟ تقصیر من گفته بودم. اصطلاحا بهش میگیم کرم از چیه؟ از خود درخته. تو یه کاری کردی. حالا یا مستقیما اینو میگیم یا نمیگیم، تو ذهنمون اینه همش میگیم که خب خودشه. اگه مثلا میگفت نه اون آدم الان این کارو میکرد نمیکرد، میدونی؟ حالا از نظر روانشناسی بچه‌ها ما به عنوان یه مکانیزم دفاعی داریم این حرفو میزنیم. ما برای اینکه بگیم خب خدا رو شکر که برای ما این اتفاق نیفتاده اینو میگیم، ولی انگار داری اون قربانی بنده خدا رو دوباره نکوهش میکنیم، دوباره سرزنش میکنیم. ممنوع ممنوع ممنوع. قربانی نکویی ممنوع، چه تو بحث آسیب جنسی چه تو هر بحث دیگه ای. قربانی نکویی بچه ها ممنوعه. مامان علی اومد مدادم و از دستم کشید، چند بار بهت گفتم مدادت صفر بگیر؟ ممنوع. اذیت شدی مامان، به نظر چیکار میتونیم بکنی؟ مامان مربی هی به من میگفته چه تو نمیدونم دست خطت خرشنگ قورباغه است. خب چند بار گفتم بشین خط تمرین کن؟ ممنوع. مامان دایی منو بغل کرد به جای خصیم دست زد، چند بار گفتم بدون اجازه من نرو خونه دایی، هی نمیمونی خونه این اتفاقا میفته؟ ممنوع. فقط همدلی. چی شد؟ بعدش چی شد؟ دوست داری بهم بگی؟ موافقی با هم صحبت کنی؟ همون چیزای قبلی، پازرای قبلی. درست شد؟ پس قربانی نکوهی بچه دقت بکنید، به بچه ها احساس گناه نمیدیم. حواسمون هستش که صحبتاشونو بشنویم. من بزرگترتم، چون من میگم، چون من میخوام. مگه منو دوست نداری؟ اگه این کار نکنین دیگه مامانت نیستم اگه این کار بکنین دیگه بابات نیستم اصلا دیگه دوستت ندارم. من بزرگترتم پس من میگم باید گوش بدی. این توجیه ها ممنوع. کی گفته همچین چیزی رو؟ چون دوستت دارم، چون دوستم داری، چون مامانتم، چون باباتم، چون بزرگترتم. ممنوع. اگر شما خواسته ای از کودکت داری، انقدر باید توجیه شده باشه کودک تو از فلسفه اون قانونه که بتونه قانون انجام بده. اگر نه نهایتش اینه چون قانون خونه ما اینه و با هم قبلا در موردش صحبت کردیم. چون مثلا مرامی که کودکمون نمیخواد کاری واسه ما انجام بده که. پس این جمله ها رو حتما حذفش بکنیم. محل خوابش هم که دیگه من این آخرا دارم یه سری توضیحات کلی تر بهتون میدم. محل خوابش رو جدا میکنیم. این اتاق شماست، حریم شماست، باید مراقبش باشی، باید مسئولیتش دیگه کامل با خودته. این اتاق منه، مسئولیتش با منه. اجازه همون پروسه های قبلی. تهدیدش نمی‌کنیم. اگه این کارو کنی منم مثلا بذار برسیم خونه، بذار بهت بگم قراره چی کار کنیم. این تهدید هست میشه پلای فرزند پروریه دیگه. اینا همش کاور همون پلای فرزند پروریه. حتی من بهش اگه کسی تهدیدت کرد تو حتما بهم بگو. اگه کسی تو رو مثلا به تو گفت این کارو کنی فلان میکنم، به مامانت میگم تو بچه ننه‌ای دیگه باهات دوست نمیشم، اینا رو حتما بیا بهم بگو. ولی خب زمانی کودک من میتونه اینا رو انجام بده که خودمم رعایت بکنم دیگه. اگه این کار کنی اون کارو میکنم و اینا رو حذفش بکنیم. بچه ها فیلم های بزرگسالان رو نبینن. نیسان آبی، نمیدونم چیه دیگه، خاتون دیگه چیاست، جوکر، حتی جوکر، اینا مثلا شوخی های بزرگونه با هم دیگه میکنن، دل، عاشقانه، نمیدونم اینا رو نبینه. من یه دونه حتی تو انیمیشن ها بچه انیمیشن لوکا رو نمیدونم دیدین یا نه، دوبلش که کردم مثلا یه قسمتش میگه که جمله نامناسبی بود، تو دست با چلفتی هستی، تو همش گند میزنی، همش خرابکاری میکنی، خصوص آره اینا رو حتی تو دوبله هایی که به بچه ها میده اینا رو چک بکنید. آره یه جا فوش میده توی لوکا، توی بعضی از دوبله هاشو. شبکه های ماهواره‌ای که خب معلومه
حتی همین فیلمو نماوا قرار نیست بچه‌ها، حتی بچه‌ها اگه مثلا 12 13 سالشونه باز نباید بشینن این فیلم‌ها رو هاتون ببینن. آره چطوری احمق جون، یه سری چیزای این شکلی، باب اسفنجی که دنیای فحش و یه سری پروسه‌های این شکلیه، اینا رو حتما دقت بکنید بهش و فیلم ها رو باهاتون نبینن. با بچه ها دارن بازی میکنن، کارتون میبینن، نظارت حتما داشته باشید. آسیب فضای مجازی بچه ها، در مورد فضای مجازی الان که همه چی درونگرا برونگرا بودن فرقی نمیکنه. کودک شما چه درونگرا باشه چه برونگرا باشه به پله‌های فرزندپروری نیاز داره، فقط مدلش متفاوت تر میشه. بیشتر از اینکه مثلا حرف بزنی، با هم نقاشی میکشی، نمایش بازی میکنی، مدلش متفاوت میشه. با نوجوانان میخواین فیلم ببینید، فقط مراقب باشی حرفای این شکلی داخلش، حالا حرفو من فقط میگم ارتباطای مختلفشون، مخصوصا تو فیلم های ایرانی هم خب زیاد هستن، دختر پسر به هم زیاد نزدیک میشن، یه سری پروسه های این شکلی، یا دوبله هایی که میبینین، زیرنویس هایی که میبینین، اینا رو حتما چک بکنین. نظارت داشته باشین، قانون باشه، بی حد و اندازه از گوشی، موبایل، تبلت بازی استفاده نکنه، مثلا بازی آنلاین نمیدونم فورتنایت و ماینکرافت و یه سری چیزای این شکلی. قانون داره، حد و حدود مشخص داره. حتما قبل از اینکه گوشی، موبایلی، تبلتی چیزی واسه بچه‌ها بگیرین، حتما اول قانونش رو توی خونه بذارین، باهاش صحبت بکنین. ممکنه مثلا توی همین گروهایی که هستی کسی از تو عکس بخواد، ممکنه کسی بگه که عکس منو بیا ببین یا عکس بده. من مراجعه داشتم که مثلا توی بازی مثل نهنگ آبی افتاده بود، بعد بهش گفته بود که همین الان برو مثلا از پشت مامان و بابا یه عکس بگیر برای من بفرست، من به تو 3 مرحله نمیدونم جایزه میدم. اونم نمیدونست، رفته بود انجام داده بود، با خودش هم گفته بود خب تصویر مامانم که مشخص نیست پشتشه، و بعد رفته بود و این کار رو انجام داده بود. و خب خطاهای این شکلی داره دیگه. مستقیم با بچه‌ها در این مورد صحبت بکنید، قانون بذارید. اگر بچه‌ها تو گروه‌هایی هستن که شما نمیدونید، مثلا تو گروه واتساپ عضون، بازی‌های آنلاین دارن با هم دیگه انجام میدن دیگه، این مشخص میکنه که کی این اطلاعاتو بهشون بدید. خیلی ها ممکنه تو رو تهدید بکنن، خیلی ها ممکنه بگن آدرس خونه‌تو بده، نمیدونم از لباست عکس بده، از اینجا عکس بده، از اونجا عکس بده، یا بیا عکس منو ببین. مراقب باش که توی فضای مجازی، چون تو نمیبینی که کی پشت تصویر نشسته، شاید یه مرد پیره، شاید یه زن پیره و الکی داره بهت میگه من 2 سالم، 3 سالم، 4 سالم، 5 سالم. پس اینا رو حتما مراقب باش. هر وقت این اتفاق افتاد حتما بهم بگو. سنم که بهتون گفتم بسته به دسترسی بچه‌ها به اینجور فضاهاست. هر وقت که دارن تو این فضا قرار میگیرن حتما قبلش هم باید این اطلاعات بهشون داده بشه. بچه‌ها فرقی بین دختر و پسر وجود نداره. خیلی وقتا مثلا ما میگیم خب این پسره آسیبش کمتره، دخترها بیشتر آسیب بهشون میرسه. نه، کی گفته همچین چیزیو؟